مندو گفتم که سلاح رو پرتا. او مندوه نیست، برات است. سلاح را هم پایان نمی کند. همین خیلی برات؟ بله نجیب سردار. این سلاح تا نپراند با غلافش نمی در آید. با تو میگویم گوش کن، نه دادرم میگویم نه جانم. مرا مجبور نکن. او سفسطه میگوید سردارم. من دو سلاح رو پرتا میگویم. پرتا. بلازن تماشا بینان تشکی نکر خبر میدهد. اینجا چی گپ است؟ سلاح ها تیار. خدایا این چی گپ؟ دامن راه نشونده چی کار کنم؟ روم یا این کیستم؟ شد نجیب سردار، تو غالب بر آمده. آرام باش. سلاحت را پرتا دکتر. سلاح هم را میپرتایم. سلاحت رو پرتا گفتم. یک طرفیست، یک طرف. تو را میکشم جورا جان. یکی دارم باش. مانند نجیب سردار کنی ببینیم چگونه میکشته باشد. کنی یکیت چی خیلی میکشی با هممون نشان ده. گنگا تو خاموش باش. و تاس با این طرف گذر. زود گذر. سلاحایتان را پرتاید. زودتر پرتاید. حرکت نکنید. اوهو از حد زیاد اومخته شد کن. خدایا به من یک راه حل رو نشان ده، وگرنه با این کمخنیم باز خطایی نکنم. اکنون باید کاری ناتمامم را به انجام رسانم. بیا تاس از اینجا رویم. حاضر پلیس ها حاضر میشوند. کنی گذرید با شما هم حسرت میگذرانیم. دوستم انشاءالله چی کار کردنت را میدانی. یک جایی هم میفهمیم آن را. راهگر زود باش. سرده. زودتر راهگر. زود دروید. آقا ایس خواهش بکن. سزای تو همین هست. خدایا تو بزرگی. مرا که در این نصف شب به همه این کارها شاهدم گردانده دست و پایم را بسته مگردان. من هم آدمی با عقل نیستم. یک اشارت روشنی به من نشان ده، یگان رعد و برق نشان ده، صدای بلند دهد. چون این یک اشارت طلب کنی قبول می شود و بعد خودت رو کامل فکر میکنی. از راه نبر آمد و براه در آمدن بهتر. بسم الله.
عین وقت است. بیا زیبایکم، بیا جانکم، حرکت کن. همه کار به خواستمون رفته ایستاده بود، اما یگید از پیش راهمون برآمد. این مراتب ما را باب کرد لعنتی. همه خبرها در پخش زنده با وقوع پیوست. مردم نیز گویا بودند. از این لحظه اعتباراً قدمهایمان را با دقت باید گذاریم. پگاه بمبه های زنده به کوچه می برآیند. بله پگاه در 2 نقطه استانبول قیامت می شود. کوچه های منطقه را به کوچه های مصر تبدیل می دهیم. خلق باید به پا خیزد، دکان ها محکم شوند، مردم به بیرون برآیند. در اصل همین سخنت را در اینجا باید گفت. چشم دنیا همش به همین طرف است. باید غرب و شرق کشور رو به هم جنگ اندازیم. دولت امنیت رو باید عاجز نشان دهیم. تنها اینه، به همه کارمندان حفظ حقوق حمله باید کنیم. خلق از آنها حرکت انتظار شوند. خواطر نشوید. یک چند شناسایم را پرسیدم، در آن خودشان نافهمی ها پیدا شده است. مثل پلنگ زخمین راه گریز را پیش گرفتند. سردارم، فکر شما را به یک کلمه بگویم. راستی سخنهایتان مثل تیر و خیلی هم تأثیرناک است. مردم حسی آن را دارند که باید خود را محافظت کنند، در برابر این به پا خیزند. اکثرشان در نزد در آماده خدمت می شوند. من تو را تا حال باز نشناختم. منید سردار عالی جنابت مثل پلنگی کاغذین هستید. یکم، برابر نظامی یک فشار بزرگ آماده میکنیم. دویم، مثل پلنگ تکرار به تکرار باید نشان دهیم، حتی شمارش را به 3-4 میرسانیم. سیوم باشد بعضی از ثبتها را پخش کرده. چهارم، حرکت روانیمان را به خطا راه اندازی میکنیم، یعنی از 4 طرف احاطه کنیم. پس آن میبینیم که چقدر طاقت میکنم. کاری مهم مردمان غرب و شرق را به نقطه های نازک به پا خیزاندن است که است. تماشابینان محترم، سوی قصد در وقت پخش زنده دهشت را پهن کرد. طبق معلوماتی به ما رسیده، سوی قصد به جان صدقی بویروک را ساخت که جزیره تاکید کرد. سخن او برادری ما است، مرا به غضب آورد و حمله کردم میگوید. در صورت رسیدن معلومات تازه به شما خبر میدهیم. مرحمت. ممکن است درویم؟ بیایید بچه ها، شینید. ببینید، فلاکتی نوی رخ داده است. چی شده است؟ سیری بویروک را پراندند. چی؟ متاسفانه. به ناموسان، به شرف ها. آرام باش خواهر، خاطر ما باشید، با کاری کردهشون جواب خواهند داد. مرحمت دخترم. خانم عزیزه، یک لحظه شما رو ممکن؟ زنگ تلفنی مهم است. مایلش میایم. با اجازت شما با جوانان صحبت کنید. مرحمت. مایلش، تشکر. قبلا با شما شناس بودم؟ خاطر ما باشید، بیگانه نیستیم. همچون اعضای گروه شهید شدن صدقی بشکن همه ما را به درد آورد. این آدمان برای نیست کردن نسل خلقمان همه کار را میکنند. به این حمله جواب نمیدید مگر؟ جواب میدیم. این عملشان به جزا میماند مگر؟ نمیمانند. سازمانمان هر روز پرقوت و بزرگتر شده ایستاده است. هر روز برادران نو همراهمان میشوند. این برادرها جانشان را دریغ نمیدارند. در حقیقت؟ البته. رفیق نزدیکترین من برای سازمان جانش را فدا کرد. بمب را به تن بسته به قرارگاه در آمد. جان 8 نفر فاشیست را گرفت. خوش به حالشان. او چنان مرد جسور و قهرمان بی همتا بود که نامش در کوه‌ها زنده است. همیشه نامش را کودک‌های نوزاد دیه ورد زبان می‌کردند. عائله‌اش را باشد همه روی دست می‌بردارند. بچه‌های سازمان همه گونه کمک‌های مادی و معنوی می‌دهند. این سازمان هرگز عائله‌های شهید شده را فراموش نمی‌کند. سردارم، این کارو فردا حل می‌کنیم. خونمان در زمین نماند. چی بودن خون ریزاندن رو از این نامردها می‌پرسیم.
فکر نکنید که دشوار بودن کارتان را نمیدانیم. بدانید که خلق شما را احترام دارد. گروه های مخفی حقیقی در برابر تغییر تاریخ نامشان ثبت می‌گردد. در کجاها می‌نویسند؟ در همه جا شدنش ممکن. مرکز پلیس ها، مرکز خرید و فروش، برای زنها آسان‌تر. اما این قهرمان ها با مثل دیگرها حرکت نمی کنند. اینها برای چی؟ این داروها گروه های مخفی را زنده می دارند. همه ما درد و زخم داریم. برای پرقوت شدنمان. برایتان خوب است. سحر یک دانگی دیگر خورید. دادرم جمال را نمیدونم، اما من به این دارو احتیاج ندارم. رابیه خواهرم به هر حال گیرید. از شما یک خواهش دیگر دارم. حادثه را امشب فکر کنید. فکر کنید که دنیا شما را اصلا فراموش نمی کند. حتی بیمرگی را فکر کنید. فهمو سردارم. کنی شما را ببینم. خلقتان را شرمسار نکنید. با اجازت شما سردارم. با شما برای کار. مالش. خوش. مرحمت جنابان. بچه ها، در شهر ما دیگر انبار نبود مگر؟ اقلا یک بار به جای دیگر می بردید؟ من هم فکرم یگان جای منظره دار ببرند حیران میشه. راست گفتید سردارم. اینها را چیکار کنیم؟ اول یک ببندیم. باری آخران دیده بودم اشون با در طاقت میکردم. کنی احوالی لحظه های آخری نشون را ببینیم. شنیدید، عمل کنید. اطاعت سردارم. واتوس کمتر پس من میآیم. شد. زود بیا که دلخوشی سر شود. جمال دادرم برای کار. با تو هم. روبیا، یک دقیقه است. تو در اینجا چیکار میکنی؟ من باید با تو گپ زنم. یگان موضوعی گپ زدن نیست. گوش کن، من باید با تو گپ زنم. آنها از تو چی میخوان؟ آنها تو رو استفاده میبرن، میفهمی یا نه؟ تو یک ترسانچه که خائن هستی. تو مرا درس نده، فهمیدی؟ روبیا، چرا چنین میکنی؟ در دنیا از همه زیاد من تو را دوست میدارم. دوستت میدارم. چی کاری که کنم برای خوبی تو میکنم. این آدم ها رو باور نکن. نیست بود محبتی تو، نمیخواهم. سردارم تلفنتان. لبای برات. نجیب و یگی در دستمون. هر دویشون رو به انبار آوردم. خیلی خوب. لیکن از تو یک خواهش شخصی دارم. کمی پیشتر سنان زنگ زد. سرشان در بلاست. میخواهم آنها را عاجلا کمک کنی. برای من باکی ندارد. حل میکنیم. برات چی میگوید؟ این براتی عهده برایمان نجیب و یگیت را آورده است. انا همین کس دشمنهایم اون رو تیکه تیکه میکنند. بوی غلبه را حس کردم. مظهر رفت. لیلا تمام شد. ممدو به قوامون قوه میدید. نوبتی یکی تو نجیب. دیگر چی میخواهی؟ اکنون ماه ایون آیدو برای آنها برباد شوی، برای ما پیشروی میشود. واتاس کاری عاجلی برآمد. تا آمدن من هرچی که میخواهی به هر دویشون بکن. لیکن تا آمدن من نمیرند، وگرنه تو رو میکشم. همین اشرب که از دست این آدم پس نمیمیریم. بله، به خدا سردارم، دلم آنقدر شاد شد که اندازه ندارد. شاید برات کمی دیر آید.
آن وقت از آن من میشوید. برانی بزرگ قبلا برایتان بگویم یگید را به برات نمیدیم. من سروزیری را آغاز نکرده برهم داد. اکنون من هم حیات او را برباد میدیم. مایلش چی خیلی که خواهی یگید از توست. سردارم کله هر دویش را مخصوص پیچانده روان میکنم با اجازت شما. کایا براری کار بیا با تو کمی نقد بازی کنیم. با جان و دلم. در اینجا این جسد رو کی مونده است؟ با کی این کارو کرده است؟ کی کرده است؟ توبه کردم از عقل بیگانه میشوم. نوربانو آرام شو. به این هم خودم عصبی هستم. اپای ارزو شما چی ها میگویید؟ نفری در ماشین جسد میمونه شما باشید آرام شو میگویید. چی خیلی آرام شوم؟ نوربانو خاموش شو گفتم وگرنه قهرم را از تو میگیرم. چرا با کودک داد میزنی؟ برای ترسیدنش حق است. سینا با ما حقی چونین سخن گفتن نداری. به خود بیا. من آرام هستم. تو داد و فیغان داری. سینا سخن بازی رو مانو کاری انجام ده. مرا از شرمندگی خلاص کن. خودی حاضر. اکنون کدو باز به سر من کفیده ایستاده است مگر من اون را گذاشتم؟ چه ارتباطی دارد؟ من گناه را به سر تو نزده ایستادم. تنها از این احوال خلاص شدنیم. التماس راهش را یاب. کسی ندیده کار را حل کن. پلیس را جیغ زنیم. کسی مونده است میابم. البته نوربانو خواهی اگر واسطه اخبار عمر رو هم دعوت کنیم. دانسته و ندانسته سخن نگو. آرزو مرا گوش کن. صبرم را لبریز کردی. نوربانو به این هم ترسیده است. احوالش را بدتر کرد ایستاده ای. مالش آرام شدیم. همه آرام شدیم. نوربانو جانم مرا ببخش. عصبم ویران شد. میبخشی گفتم که من به این هم بران بزرگ احوال را عرض کردم. کی صحبت کردیم؟ مادامی که صحبت کردیم چرا با ما نمیگویی سینا؟ شد تمام کشال نکنیم. در خانه انتظار میشه. خب رفتیم کنه به سوی خانه. کدام دیوانه این کارو کرده است؟ تو چی کار کرده ایستاده؟ خوب جنابان شما رو دائما با سر و صدا دیده عادت کرده بودیم. این مراتب خیلی ساکن هستید. یگان سخن ندارید؟ چله که گفتند به هر سخن جواب دارم اما اول ببینم که سخنگو آدم است یا اینکه با من چیزی گفتن میخواهید نجیب؟ اوه نه آده من هم آمد. خوب شد که آمده پیکس. 2 نفر شده اکنون معنی سخنان سردارم را سرفهم خواهید رفت. تو این آدم ها رو آشکارا به عقل میگویی؟ مگر همین طور نیستن سردارم؟ گفتن گیرد زایه نمی رود. نمرده دردش را خالی کند. با اینجا برای نجاتی بلای سرتان آمدم. همین خیلی نداری میکنید خوشروی من. گوش کن برات. به زیبایی من خطاب نکن. من چه خیلی که خواهم همون خیلی سخن میکنم. تو رو برانی بزرگ روان کرده؟ با چونین سخن کردنت خزینه خیریه روان کرد. کاش که وقتی آمدنت با خودت یکان حاصل و فهم رو می آوردی. میبخشی سر و سیما بر آمدم فراموش کردم. سبب نصف شب آمدن من در چی باشد؟ در همینجا مسئله هست. اما این افلاس مال تو است؟ سخنهای بیمعنی مزن برات. البته که از من نیست. نفری در ماشینم گذاشته است. هر کسی که مانده است معلوم است پایش رو سخت زیر کرده ایم. چی گفتم میخوایی برات؟ معلوم است که پیامت روان کردند. یک راهی نویه که تو هستی رو ایفاده میکند. کسی که این را اینجا مانده است پیامی دقیقی گذاشته است. حداقل همینش رو میفهمیم. گوش کن. به فکرم چیزی رو شنوانده ایستاده ای یا این که تو میدونی که این رو کی گذاشته است؟ نه، عمل کرده رو دانستن دیگر، ارسال کننده رو دانستن دیگر. ارسال کننده رو دانستن کار دشوار.
آرزو خودش چی گفت؟ دیگه تو میدونی برای چی در این جایم؟ فهمیدن این چندان دشوار نیست. نه سبب مخصوص تری دارد. سالهای دراز به این دولت خدمت کردم. وقتی میوه جمع کنی شد، لیکن تو شرمنده مردم کردی، به شان و شرفم بازی کردی. خدایا یگید تو با چیزی نبوده چهل بازی میکرده باش. سردارم حاضر شما گپی حق را گفته. اینها این را هم نفهمیدن. بیهوده زحمت نکشید، خانه خانه میفهمند. پگاه هر دویتان تگی خواب میروید. بدن پوسیدهتان به سخن میدراید و ما به جای حق کرده امان، یعنی به سوی میرویم که صاحبش هستیم. این تابستان پادشاهی تمام می شود. پیکاس تمام شوی پادشاهی را 100 سال شد. تمام هم شود چی می آید به جایش؟ ظلم می آید. گوش کن پیکاس، ضربه ظلم از ضربه قطاره تهلکتر است. ظلم که کشور را نابود کند، سردیش از صورت حساب‌های بانک شویتزاری می براید. تو باز از کجا پیدا شدی؟ هیچ گم نیست اینو. با برانی بزرگ زنگ زده بودی برای حل مسئله. برات رو رمو کرده است. دیگر آدم نیافت که روان کند. موی سفید مادامی که معقول نکردی، با اجازت شما خودتون چاره‌اش رو میبینید. شد تو سخنهای سینان رو بدیل نگیر. عصبایش کمی خراب است. اکنون من عیبدار برآمدم. اوف سینان کشال مکن. تو هم مسئله رو حل کردنی باشی حل بکن. حل میکنم اما تو همراه من میایی. چه؟ در این نصف شب با تو کجا میرود؟ ماشین اون نیست مگر؟ من میروم. او میرود. در راه با پلیس دعوای شهادت نامه رانندگی نمیکنم، وگرنه خودتون حل میکنید. مالش من با تو میایم. چه؟ وقت رو نگیر سینون، از این در زودتر خلاص مییابیم. دیگر چیزی نمیخوایم. التماس به کجا میرویم؟ من لب یک جری رو میدونم. یک جای آرام است، همونجا حل میکنیم. مالش بیا رفتیم. از این تابستان حکومت تا به آخر از ما می شود، یعنی صاحبان حقیقی. البته این همه خیال های تو بر این کنزین هاست. همه کارتان را 1000 ساله فکر میکنید، اما بار فکر نمی کنید که عمر خود این دنیا آیا همین قدر هست یا نه؟ تا به آخر میگویند اما سردارم در فهمیش آخرت عقلشان تماما ضعیف است. به زندگی بعد مرگ باور ندارند، اما در خصوص جاودانی شعرها میخوانند. برای همین اینها رو کوری بیننده میگویند. نه کشور را درست میبینند نه دنیا را. دهلیز خود را نمیبینند و کوشش تنظیم خلق را فکر میکنند. در مهندسی هر یک جامعه سطح دانش دیده میشد. افسوس که این را هم نمیبینند. بچه ها کوری را وظیفه خود کردند. عیناً سردارم. من کور نیستم. کور آن آدمانی هستند که کلهشان پوشیده است. نجیب سردار، حاضر کوری که گفتم خودت هم اعتراف میکنی. خلق را از بالا که نگاه کردی، البته که نادرست نظر کردی. بعد میبینی که درستترش کوری بیننده بر این زندگی میکنی. نجیب، این مردم چنان عاجزند که چی خواستهشان را نمیدانند. برای این خلق آدم چون من لازم است. مثل تو در بیمارخانه ها جنگ میکنند. پیکاس، بیماری روحی داری و همه را دشمن میدانی. شما دیوانه خانه رو هم ویران میکنید. طبیبان روانشناس با شما خیلی عذاب میکشند. مجبور میشوند که اصول طبابت قدیمی را پیش گیرند با ضرب چوب. همین اصول اصلا به من معقول اثر دارد. با من هم معقول. خیر شد.
همین قدر دردتون را شنیدم بس است. اکنون وقت دلخوشی است، فهمیدید؟ دریافت دیگه دریافت مگر قربانت شوم جمال. بچیم خوب هستی؟ مادر داروهایم رو بیار. خدایا تو بزرگی. ای خدایا با ما کمک کن. مادر مادر این چیز در اینجا؟ مادر تسر کن، حالم بد است. این دولت تو رو از من جدا کرد دادا. خائنان بیناموسان تو رو از من جدا کردن دادا. خونت در زمین نمیمونه. با خونی ریختهشون جواب میدهم. همه‌شون رو غرق میکنم. دادا نوبت پرسیدن به ما رسید. دادا قصد خلق ما رو گرفته مثل یک قهرمان به نزدت می آیم. رابیا درو کشا، این من فیرت کشا درو. رابیا فیرت اومده است، نمیشنوی مگر؟ فکر مکن، نکشا کمی میزند و میرود. رابیا در فوتیه او هستی، چرا چنین رفتار میکنی؟ کاردار مشم، چی گفتم همان بکن. مادر مانی را، این اشیای من است. بچم تو دیوانه شده ای؟ خودت را میسوزونی؟ چی کار میکنی؟ اگر آنچه را که من فکر دارم پس مکن. شیرم را پهیلت نمیکنم. مادر به این کار دار نشم، عقلتون نمیگیره. بچم جمال جانم قربانت شوم، تو فرزندی من هستی، جان و جیگرم هستی. هرگز مکن، از برای خدا مکن، تو را التجا میکنم. ای مادر کاردار نشو. بچم خودت را میکشی مگر؟ خدا آن سازمان را جزیر کند، دستان همه‌شان شکند. تو را که فریب کرد بچه، تو را که به این حال آورد. کسی فریب نداد، من خودم میخوام. زندگی هم کم مونده است، از زنده هم فایده نیست. اقلا مردن فایده بیارد برای شما. مرگ امری الله هست بچم، چاره نیست. مصیبت به سرت آمد. گوش کن بچم، جان را الله میدهد و میگیرد. حیات خودت را میسوزانی، لیکن آدمان بیگناه را چی؟ قاتل شده میمیری. حق آچگیم را حلالت نمیکنم. من بمیرم شما راحت کنه. هیچ نباشد بعد مرگ من شما رو خوب نگاه میکنم. من فرزندم را از دست دهم، مال چی فایده؟ 5 درهمی کسی را نمیخواهم. فهمیدی؟ 5 درهم، حالا که از سازمان باشد. اما پولها جزیرشان کند. جمال جانم التجا میکنم مکن. همین لحظه که نجیب و اکا یگید اونها را دستگیر میکردن، من هم خواستم حمله کنم. یک بار موشنی پیدا شد، از درونش آدم سلادار فرامده، اونها رو با موشن بار کرده بودن. نش رو فهمیدیم تشکین، چرا ما رو خبر نکردیم؟ گفتم که تعقیبشون کنم، با کجا بردنشون رو دونم، لیکن موشنم کار نکرد. من با تاکسی دیگر رفتم. یعنی تو با کجا بردنشون رو میدونی؟ نه آخیر.
گمشون کردم. تو سهر گفتم اما گفتم که این خیلی نمیشود. اکنون همینجا. ای تشکیل چرا در حال زنگ نزدی؟ آخر چیکار میکنیم؟ خدا میداند که آنها را به کجا بردن. ممکن آنها رو کشته باشن. از کجا میدونیم؟ خیری دهانت رو پوش. نمیپوشم نیازی. بچه ها آرام باشید، آرام باشید. شد و تا شد. استخوان شکسته نمیخواه. نه شکسته میتوانی زنی. سردارم صبر کنید. چقدر طاقت میکنی ایگه؟ تو زوری کن. درد رو نمیفهمی. طاقت کن. طاقت کن. طاقت. صبر کنید سردارم. شد دیگه تسلیم شو. اکنون التجا بکن. من هم در نداده تو را بکشم. گپ نزن رازی. سردارم صبر کنید. میمونم و لیکن پیش تو ازدیجا نمیکنم. اگر طاقت نکنی آن وقت نجیب سردار از روی بی‌طاقتی تو جانش میبراید. کس من از مردن در بالای کتفی قهرمان شکایت ندارم. سردارم طاقت سردارم شما شعرت سردارم این آهن رو بهانند. مراجع زدید آقای مظهر؟ بله لیلا اینجا بشین. و تا از برات یگیت و نجیب را گرفتند. باید فوراً به کجا بردنشون رو دانیم. در کجا گم کردی؟ بگو آخی. با خدا با چکمه کوی در آمدیم. پس با سوی علم دیگ رفتیم. پس آنها گردش کردند. بعد ما هم گشتیم. دیگر آنها نمایان نشدند. یک لحظه. آن در جوی گردش کارخانه شیشه بروری بود؟ بله بود. با فکرم اونجا رو میدانم. یک دو بار با پیکاس من رفته بودم. نباشد بیاد میرویم. در حال رفتیم. لیلا خیریه و نیازی رو هم بگیر. از گروه رفیق ها رو هم گیرید. البته زودتر رفتیم. بس هستیگید. گپ زن میگویم. گپ زن. عطاس چی؟ اگر از اینجا راه یابم میدانی چی کارت میکنم؟ زنده به زنده پرست میکنم. شنیدی مرا؟ شنیدی سگی لین؟ شنیدی؟ میبینم که رنجیده ای ها؟ سردارم چه حال دارید؟ چه حال دارید؟ خوب نسیگید. کمتر پس میگویی که دیگر نمیتوانم. نجیب سردار رو میکشی. در اصل بعد از این تو را زنده باید نگاه داشت، چون قاتل نجیب سردار زنده نگاه داشت. جناب شما را یک لحظه چیکار؟ مکانی که جمال میرود همون رو میپرسند. از دو سه مکان یکیش میشود گفته اید. جمال پهلوان کیست؟ جناب رفیقی که بمبئی زنده میشود. فیلوی. به نزد قومی بیاری مثل ها رود. در آنجا آمادگی دیدن. زود برا اکنون. بطاس اینها زوده کار نمی براین. تو هم رو. این کار مهمتر است. زود باش. مایلش. بلازانت 5 درهم نداریم، باز از پول روی میگردونیم.
پول معقول نیست. بچم مادامی که سازمان اینقدر پول دارد چرا برای تو باید پول نمیدهد؟ اونها بدنی تو را میخواهند، جانت را. دادری من هر روز با این پای افزالش به مکتب میرود و میآید. از بیرون چوب و لته جمع کرده آتش میکنیم. با یک قبط کورپه خواب میرویم. نان خوردن هم نداریم. با چونه احوال چقدر زندگی کنیم؟ تو چی که میگویی بگو. من به احوالم شکر میکنم. مرا زیر نکرده اجازت رفتنت را نمیدهم. تا جانم را نگیری هیچ کجا نمیروی. مادر دیگر نمیگویم. مادرم اصلی لازم شود جانت را میگیرم. رو از پیشم. والله نمیگذارم، بالله نمیگذارم. جمال هوشت را بسرت گیر. التجا میکنم. بچم رابیا درو کشا. در داخل بودنت را میدونم. کشا درو. تو اگر درو نکشایی به هیچ کجا نمیروم. رابیا این آدم از پیش در نمیرود. رفته یک بین؟ تو رفته درو کشو. در خونه نیست بگو. شب نآمد. کمی گوشش رو بگب گیر. تو چیکار میکنی؟ من از فیریزه میبرایم. مایلش. رابیا کشا با تو میگویم کشا. رابیا درو کشا. تو چیکار میکنی؟ خونه رو به سرمون چپه کردی. در کجاست؟ رابیا در خونه نیست. دیشب نامد. در کجا بودنش رو نمیدونم. با من دروغ نگو. شما عقل و هوشش را میگیرید. رابیا به تو بر این مخبر کاری ندارد. تو هم بفهم. تو رو نمیخواهد. یک طرفیست. نامد از گفتم. او در کجاست؟ گفتم که نیست و خیر. این چی است؟ یه چیز از من است. بچم من تو را 9 ماه در بطنم برداشتم. نخوردم و به تو دادم، ننوشیدم و به تو دادم. از برای خدا روا است. من مادری تو هم. من مادری تو. کمی دیگر گپ زنی دهانت رو میبندم. بچم نکن این کار رو. خودت را مکش. مرا گوش کن. به کارهای بد دست نزن. مگر خاطره هم ندارم. سازمان بوده ها تو را فریب کردن. گوش کن مرا. خاموش نمیشوم. کاسه صبرم لبریز شد. نکن جمع. چی کار نکنی بچم؟ نکن بچم. خودت را مکش. نرو بچم. نرو. بچم من تو رو 9 ماه در بطنم برداشتم. نخوردم و به تو دادم، ننوشیدم و به تو دادم. از برای خدا روا است. من مادری تو هم. من مادری تو. بگو مرا بوبش بگو. التجا کن. التجا کن. التجا کن. التجا کن. دفشان رزیل. از کسی یک رویت از اون نکشی. نجیب تو بگو. از من بخشیش پرس. التجا بکن. از اون دهی را خاتمه بخشم. ایگه مرا سرده. من حقم را حلال میکنم. تو چرا اینها رو میبینی؟ برای التجا نکردنتان از آن میکشید. سرده هرگز سردارم. یا هم را میموریم یا هم راه این رزیلان را دفع کنیم. من در پایم ایستادم. شنیده مرا.
من پا بر جایم، کسی رو هم التجا نمیکنم. هرچی که میکنید بکنید. نامردها، نامردها، نامردها. سردارم اینو یک دیده برویم. کنی بیده یک مناطی بسنجیم. کنی التجا بکن. سردارم داخل کنید. اکنون همه‌تون میمیرید. قصدگیری چگونه است همه‌تون میبینید. سلاحایتان را پردارید. پلیس آمده. نشون بهت. سلاحایتان را پردارید. زود باشید جوان. کنی زودتر. زودتر. الان میخیر. سردارم خوب باشید. سردارم اکا خوب است. اکا ایگید احوال چخیل است. اکا ایگید خوب هستی؟ به طرف دیوار گرد. لیلا مگر تو زنده هستی؟ سردارم تا کارمون تمام نشود نیتی مردن رو نکن پیکاس. با تو کار زیادی داریم. سردارم خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ سردارم چه حال دارد؟ خیلی بد است. خیریت گردنش نشکسته است. آزارم باش. اکا ایگید رفت. بیا اکا در بالای میز شد. بیا بچه ها رو لیلا چی کار کردید؟ آقای مزن هر دویشان رو نجات دادیم. پیکاس با ماست و تاز رفت. برات هم نیست. احوالشان چه خیر است؟ هر دویشان رو سخت معیوب کردند. با یگید یک صحبت کنم. آقای مظهر. لبای آقای مظهر. یگید چی حال داری؟ طاقت کردن ممکنه. سرمون باز در بلاست. چی شد آقا؟ در اینجا رفیقی هست. نسبت عروس شوندهش به پلیس مراجعت کرده است. به ما روان کردند. و فکرم دختر خودش رو میتر کند. یعنی بمب زنده است. من هم یک خبری بد دارم. یک نفر نه 2 نفرند. دختر به مرکز سودا رفته است. در راه بولود. با امنیت آنجا رسم دختر را روان کردن. دیگرش در دیاری مسئله ها. فهمیدم ما در حال میبرایم. مایلش. سردارم باید رویم. چی شده است؟ 2 بمبای زنده. هر دویشان خودشان را میتر کنند. باید در حال رویم. با همین احوال میرویم. این خیلی نمیشود. با شما میروم. نمیشود. شما اینها را به مرکز ببرید.
اگر فهمند که دستگیرشان کردیم در حال هجوم میکنیم. خیلی نمیشود اکا. سردارم خیری حق است. بله حق. احوالتان رو ببینید. ما میرویم. با مسئله دید شما پیکس رو ببرید. هر دویتان دیر میکنید. تو بیهوده میلقی سگی لعین بدتر دو میخوریم. سردارم من به مرکزی سودا میروم. بلش من هم به دیاری مسئله. خدا یارتون سردارم. ماشین ها در نزدی دارن سردارم. دیر میکنید. بیاید کنی بیاید حاضر از اینجا بابا میبرایم. من در آنجا به شما پوفک های هر گونه پوفک ها میدم کنی بعد با تالار میدرایم. بیاید رفتیم از قفای من انا بعد با تالار میدرایم. بچه ها مرا گوش کنید. حاضر یک فکس اومد. در درون بمبای زنده بودنش ممکن. رسمش همین است. همه با دقت نظر کنید. قوغان برداشته همه رو بیرون کنید. اطاعت سردارم. زودتر زود باش گذشتن رو نمیدوند. خانم ایستد. خانم به شما میگویم مگر نمیشنوید؟ خانم ایستد. سلیم با من بیو. اکا این دختر به حال خودش من از این کار خبردار شدن فهمیده باشند هم دیگر مرا از رو هم کسی گردانده نمیتواند. خدایا کمکم کن تو دیر نکنم. دختر درون است. بله سردارم. رفتیم. زودتر. بله سردارم. وقت شد. وقت ترکیدن. مادر نمیخواستم چنین شوم، لیکن به ما عدالتانه رفتار نمیکنند. حاضر وقت قصدگیری ما است. پولی که سازمان میدهد حیاتتان را نجات میدهد. آچه زنده هم به تو فایده نداد، پس مرده هم دهد. مادر حقت را حلال کن. امسال قهرمان بازم ندالو می شود. یک بار می شود. همون هم وقتش بود. همین خیلی دسته ها پوشیده ایستادند. انادالو پرقوت شده ایستاده است.
آنها سال آینده قهرمان میشوند. یک طرف است. در کجا باشند؟ دختر در کجاست؟ انا در آنجاست. فهمه. شما هم با احتیاط از دور نظارت کنید. میلش. ببخشید. لابا چی میگوید؟ من یک چیز را پرسیدنیم. фирати хоҳӣ маълум мешавад ки хабар кардӣ беҳуда зур мазан монеа намешавӣ. ташаккур ба шумо. барори кор ба шумо. саломат бошед. ин духтар дар куҷо бошад? ин одамро бинед аҷиб аст. эй ҷаноб, ягон дарде доред? دقت باشه در بدنش بمب است. پنهان شوید بچه‌ها، پنهان شوید. دقت باشه. دوستو برادر نکنید کاراتو. اگر گریزید هم نجات نمی‌یابید. همه‌تون رو میکشم. ایست. ایست. این کارو نکن. ایست گفتم. خودت را حیف میکنی. نکنی این کارو. کسی به من مانع نمیشود. نیست با دولتی فاشیستی ترک. نکن. کنی آرام دارید از انا اینجا دارید انا میخواد کنی آسیر کنی اینجا پاک آفوزی چای زیاد هم با هر کدامتون من تو آمیدیم یاد از کپای من درمانی رفتیم آفرین بچه ها رفتیم انا این خیل حاضر با دنیای بوزهای عجایب و غرایب میرویم کنی بچه ها بیاید آرام از کپای من فقط از کپای من گپی من را گوش کنید حاضر بچه ها آرام کنی بچه ها را به زمانی مطلب وقتش رسید کمی صدای بلند براریم کنی بچه ها آرام جنگ نکنید فقط جنگ نکنید نه سکت باشی کنید قصد تو رو میگه قصد کودکی که به تو گذشته است دادا قصد خلقم رو نکنی از کفای من اینجا من با تو کمک نکنم آفرین بچه ها انا اکنون به شما بفرک ها را میگم بفرکی نظر روبیا آفرین نامرد نرس مرا دستت را بگیر دستم رو نمیکشم تو رو ترک نمیکنم روبیا من تو رو دوست میدارم اجازت نمیدیم که آدمون بیگناه رو بکشی خوب است خوبه ای برادر خودت را حیف کردی هم خودت را و هم ما را حیف کردی کسی را نزدیک نگذارید روی جسد را پوشانید و روزنامه‌نگار ها هم خبر ندهید اطاعت سردارم از من خبر انتظار شوید روبیا دوستت را گوش کنید بچه زود از اینجا دیوانگی نکن چی دردی که داری
چی قهری که داری؟ از چی نفرت داری؟ به من بگو. وعده میدهم که به تو کمک میکنم. بیهوده گپ نزنید. آتش جای افتیده‌اش را میسوزاند. کسی درد دیگری را نمیفهمد. آرام باش رابیه. این آتش ما را بر وقت سوزانده است. ما بدخواه تو نیستیم. دردت را بگو بفهمیم. بسیار گپ نزنید. آرام باش. آرام باش. اما آرام باش. خواهش میکنم. جسدهای ما را از زمین مییابند. رابیه بکفان بمب را. اگر بمیریم یک جا میمیریم. فکر کردی که از این دست میکشم؟ مرا فروختی، به پلیس خبر دادی. در اینجا مرگ را از همه زیاد تو حق میکنی. رابیه من تو را نفروختم. من فقط خواستم که تو را از راه بد گردانم. کدام راهی بد؟ تو چی ها میگویی؟ آنها قاتلان حقیقی پدرت هستند. تو آدمان بیگناه را کشتنی هستی. من کوشش دارم که مانع شوم. قاتلان حقیقی پدرم؟ ما گیر ببین پدرت را انا همین کس کشته است. این آدمان از این کار خبری هم ندارند. من نمیرم سنده. من با شما نمیرم دختر نمیرم سنده. دادا جون. دادا جون. ببین این رسمی نفری را که تو را بمبئی زنده کرده است. ببین چه خیلی شدی دارن. اکنون فهمیدی که چه خیلی پوزیشن دستی آنها شده ای. دیدی اول پدرت را کشتن، پس آن خودت را میکشن. حتی آدمانی بیگناه را میکشن. تو باشی با آنها باور میکنی. رابیه اکنون فهمیدی که با کی خدمت میکنی. به ما باور نداری، به این رسم ها باور کن. دامی را که با تو بر اینها میگذارند ببین. التماس میکنم. دروغ میگویید. این رسم ها ساخته است. مرا فریب کرده نمیتوانید. این بمب را میترکانم. صبر کن رابیه. خواهش میکنم. سردارم با شما یک چیز عجایب را نشان میدیم. چی است؟ این را هر کسی که آماده کرده است گویا که نمیخواسته ضرر دهد. تاثیرش همون قدری بوده است که تنها یک نفر را میکشته است. یا خدایا، یا این آدم خارجی است یا اینکه در اینجا کار دیگری هست. مادامی که این عمل را برای ستاندن قصد پدرت انجام میدهی، پس تو را نزد قاتل پدرت میبرم. این آدم در کجاست؟ چرا به شما باور کنم؟ من کارمند استخباراتم. قاتل پدرت پیکس در دست ماست. حالا در مرکز ما قرار دارد. تو از این عملت دست کش. تو را با قاتل پدرت روبرو میکنم. با آدمان بیگناه در اینجا جبر مکن. هر چی خواهی با قاتل پدرت کن. گوش کن رابیه، برای ضرر دیدنی تو همه کار را اجرا میکنن. فقط دیوانگی نکن. حالا هم نفهمیدی رابیه؟ تو را فریب میکنن، تو را استفاده میبرند. اول پدرت را کشتن، تو را با کینه و نفرت بر ضد دولت تیار کردن. اکنون از نفرت ناآگاهانه تو استفاده میبرند. رابیه چشمات را کشا. من چشمم را کشادم، تو هم کشا. این خیلی سازمان نمیشود. آدمانی بیگناه را کشته به هدف نمیرسی. گوش کن، با ریختن خون ناحق به مقصد نمیرسید. دولت با ریزاندن خون و قتل عام و دروغ و فتنه بنیاد نمیشود. دولت خواهان اغواگر خود به این باور ندارند. غرضهای ناپاک آنها تو بر اینها را گمراه کردن و پول کار کردن و عیش و نوش کردن است. گوش کن، التماس به خود بیا. از این کار دست کش. التماس. خیرت، من چیکار کردم؟ چقدر فریفته بازی شدم. رابیه همش میگذرد. ما باید همیشه هوشیار باشیم. برادران، همه در حالت آماده باش قرار گیرید. با احتیاط دور شوید.
با احتیاط باش رابیه. به من نشان ده کرته بمب داشته رو. آهسته برار رابیه، آهسته، با احتیاط. سروسی من نشو، سروسی من نشو. بسیار خوب، بسیار خوب. حاضر. آرام. آرام، با احتیاط. سروسی من نشو، سروسی من نشو. آرام، آرام. بسیار خوب رابیه، عالی. آفرین، آفرین. آهسته، آهسته. بسیار خوب، بسیار خوب. آهسته. احتیاط کن. آرام باش، آرام باش، آرام باش. این را با مرکز میبریم. یکون چیز برآمدنش ممکن. احتیاط کنید. خدایا من چیکار کردم؟ از گمراهی قریب بود که حیاتم را میسوزانیدم، میمردم، زامین خونی بیگناهان میگردیدم. مرا به این کار عزیزه خانم و آرزو همراه کرد. التماس آنها را دستگیر کنید. مرا سوزاندن، دیگران را نسوزانند. تو خاطر نباش، ما از پیشان هستیم. آنها را هم دستگیر میکنیم. در دست معلومات ها داریم که تا انتخابات چون این حادثه ها باز تکرار می شوند. با دقت باشید بچه ها. فهمیده؟ اطاعت سردارم. جمالم تو چی کار کردی؟ بچه ها این زن چگونه خبر نیست؟ چکل با اینجا آمد؟ اجازت نیست، اجازت نیست. شد شد. ماند بیاید. بیا چشمه. نکن گفتم نکن. فهمانده نتوانستم. پیش راهش شدم. من نتوانستم. مجبور مرا محکم کرد و برآمد. به کسی خبر دادن نتوانستم. بچه من سوختم، نابود شدم، خاکستر شدم، جگرم میسوزد. صبر میکنید. این هم یکیست. حدی اقل خونی بیگناه را بزن. صبر میکنید مادر. ایراج دیگر نداری. بچه اینجا بیاید. یکان کارمند تیم رو اینجا روان کنید. چی گپ شد سردارم؟ خدا رو نگاه بیکنم. سیستر تمام خالا جون بیاید من شما رو ببرم. شد بیاید. این چگونه کار است بچه ها؟ این چی ناوده برایی است؟ دست و پایتان را به همه این کارها آلوده نمودید. مسئله یکی گید را دیده برآمده نتوانستید. مانعه بمبگذاری شد و پیکس را دستگیر کرد. دائما در راه سنگ میگذارد. یک ساختار بزرگ را نفری چون نخود مانعه میگردد. یگان شرحی منطقی ندارد. این کار صبری مرا لبریز کرد. و تو میگویم این آدم را چگونه من میکنیم؟ یا در حال بگو و من آدم هایم را آماده کنم. تو با این آدم سال هاست کار میکنی. یگان ظرفیتی ندارد، یگان طرفی نرمی ندارد. بگو به من چرا دائم این دو نفر ما را من میکنند و ما میایستیم؟ شأنی بین المللی ما را با دو کارمندی عادی پست میکنید. سردارم خودت رو در قهر غرق مکن. در روزهای نزدیک مسئله را حل میکن. به من سخنهای خالی نگویید. یا بید عمل کنید، کار را حل کنید. یک دو کارگری عادی با ارکن کاندو سر به سر میشود. سردارم استخبارات آرزو و عزیزه خانم را برداشتند. مرحمت. این چی گپ؟ یک نفر خبری خوش نمی آرد و شما بهوده پول میدهم. عزیزه و خانم آرزو را چرا گرفتند؟ زنی که بمبئی زنده شده بود نامها را داده است. این در نقشه همون نبود. شد رفت. معلوم شد که یگید آرزو رو گرفته است.
این آدم تمامی تشکیلات را بی‌ملال محکم کرده ایستاده است. ما هم نشسته تماشا داریم. برات پیکس را دستگیر کردند و اما تو دستگیر شوی آرزو را فکر داری. کاری انجام دهید. آبرویم را نریزانده کار را حل کنید. خواطر نشوید. من چی کار کردنم را میدانم. گپ نزنید، عمل کنید. یگید را چخل محو میکنید. از یک نقطه اش میدارم که دیگر از جایش جنبیده نمیتواند. نفسش میگیرد. در جایش شاخ میشود. خواطر نشوید. بسه ساخی چقدر از آن میکشیم؟ هر دو روز نزدیکترمون میآیید. این چی گپ خودش؟ حقی چنین عمل را ندارید. سر دهید ما را. تو دختران جوان را بمبئی زنده کرده ایم. میخواهی که ما شما را بازپرسی نکنیم همین خیل؟ نه خانم ها، شما به عملهای خود جواب خواهید داد. ما کیها را بمبئی زنده کردیم؟ چی گفتنت را گوشاید میشنوند؟ تهمت است. خیره بیار ببینید کیها را بمبئی زنده کرده به مرگ محکوم کرده اید. قاتلان، دروغگویان، بیناموسان، آنچه که با من کردید، با ملت کردید، جزایش را میبینید. با همه عملهایتان جواب میدهید. فهمیدید؟ سر دهید مرا. این خائنان را در همین جا میکشم. آرام باش سر دهید. بگذار جزایشان را قانون بدهد. قاتلان، خیره رابیه را از اینجا ببر. قاتلان، من شما را نیست میکنم. قاتل، من تو را میکشم. میفهمی؟ من تو را میکشم. قاتل، قصد پدرم را میگیرم از تو. قاتلان، اگر مرا گزد من او را پاره پاره میکنم. به ناموسان. من تو نگفتم که دختر را ببر. چرا ایستاده ای؟ اکه این دختر مثل پلنگ است. من تو را میکشم. قاتل پدرش رو دیگر من تو را دیوانه شده. قاتل میکشم. میفهمی؟ میکشم. قاتلی پدرش من بودم. آنقدر خونی آدمان بیگناه را ریزانده ای که حتی حسابشان را گم کرده ای. سر دهید مرا. من قصد پدرم را میگیرم. حتما من میکشم تو را. مایلش پیکس رو من میبرم. میکشم. میفهمی؟ قاتلی به ناموس. میفرمایید. میتوانید روید. تو نمیخواهی که سخنهایم را کسی شنود؟ ملکه؟ تو چی ها میگویی ابله؟ چی خیل ملکه؟ من فریفته نمیشوم، لیکن یگید شده است. یا اینکه تا حال ملکه بودند را نمیداند. با من گوش کن. اگر ملکه بودنم رو با یگید گویی در همینجا پاره پاره‌ات میکنم. فهمیدی؟ خوش رو یکم بگذار خواستی تو شود. راضی میشوم. اکیگی جیغ زد. مجلس بوده است. قهر کردن به تو خیلی میزیبد لیلا. رانا اینها مرا نمیشناختند. یگید با نجیب سردار جوره قدیمش و ممدوح را شناخته نمیتوانند.
در چشمانشون دیگر شدم، مثل قاتل شدم. رانو من دیگر نشدم. حالا هم تو را دوست می‌دارم رانو، دوست می‌دارم. گویا که نمرده و دعای باز، گویا که در برم هستی و تو را دوست می‌دارم رانو، لیکن در برم نیستی. من از آن نفرانی که تو را از من جدا کردند قصد میگیرم هر کدامشان یک و یک جواب میدهند از راننده که ما را به برتیله داد آغاز کردم. نوبتی فرمانده راننده آرزو آمد. نو دفترش را محکم میکردم که یگید او را گرفته برده است. لیکن خاطر نباش، غمگین نشو رانو. یگید مانع نمیشود. چقدر قیمتی که شود آرزوی گرگ مانند را از دستش میگیرم. از نقطه نازکترین یگید دست میزنم که میسوزد و آرزو را به دست خودش به من میدهد. یگید من اجازتت نمیدهم که به من مانع شوی. لازم شود جان تو را هم از آن میدهم. مانع قصدگیری من نمیشوی. اجازتت نمیدهم یگید. مرا ببخش یگید، مرا ببخش. یگید پیشروی ها به خواست ما عملی نمی شوند. آنها همه وقت یک قدم از ما پیشترند. ما پیشتر نمی براییم. سردارم با ما نبودنتان خیلی روشن احساس می شود. هر چیز زودتر شفا یابد، بالای سرمان باشید. آقای مظهر، نه همه کارها بیرون از نظارت می باشند. پیکاس را دستگیر کردیم، زن فدایی را هم. حاضر دنبال تولچی هستیم. کیست این تولچی؟ دقیق که بودنش را نمیدانم، اما راهبری پیکاس است. کافتکاب داریم سردارم. آقای مظهر، حتی پرونده آماده کرده آقای زکی یحیی نسبت پیکاس به اتمام میرسد. به نزدیکی چنان می شود که دوباره بیرون نمی براید. عمر باقی مانده‌اش را در درون می گذراند. وضعیتی عزیز خانم و آرزو چی می شود؟ سردارم، سند در دست داریم که جمال استیار و رابعه کربس را به دام خود در آورده بمبئی زنده کردند، بله گمراه کردند. سردارم، آقای زکی یحیی سند دستگیر کنی را طلب می کند. لیلا دخترم به تو چی شد؟ خوبم سردارم، خواطر نشوید. بخیر است؟ گفتم که خوبم. خواهی بیرون برو، هوای تازه گیر. راست میگویید آقای مظهر، با بیرون میبرایم. هیچ گپ نیست، تو برو. مجلس ما دراز دوام میکند. چه خیلی که خواهید سردارم. مایلش برای کار. به فکرم همه گره در تولجی می باشد. بله، کاری کرده باید شخصیتش را فهمیم. تفتیشات میبریم سردارم. جواب ده تلفنت را برات، جواب ده. سردارم، باید راه دیگر یابیم که پیکاس، آرزو و عزیزه را نجات دهیم. حاضر وقتی آن نیست که امینی. سردارم، التماس قهرآلود نشوید. از برات به ما چی فایده؟ حمله را از بالاتر سر کنیم، باید پایتخت رو مجبور کنیم. ای آدم، هر کار نوبت خود را دارد و تو خاموش شو. گفتم جاغت را گیر. لبای برات در کجایی؟ از سحر باستو را کافته ایستادم. از من نیست کردن یگید رو نخواسته بودید؟ بله خواستم. من هم در راه نیست کردن او می باشم. کله یگید را به پیشم بیار. چی که میخوای از من بپرس. پروا نکنید، با یگید دومی تیار میکنم که چی که خواهید مجبور اجرا میکند. آفرین به تو، چهره مرا خندان کردی. حق لقبت را ده، هر چی زودتر بسوز. سردارم، شما را چونی خندان بینم در چهره من گلها میشکفند. اگر به مثلی برا 10 آدم می داشتم، مثلی پیشین دایما خنده و بازی می کردیم. می نیکک من. یک باره که دیگر گویید. چرا؟ می نیکک من گویید، التماس. می نیکک من.
دیلکم آب شد. آوازتان شعر برین. شما را گوش کردن راحت میکنم. همان سخنی مینیکه که من از کو منو مست میکنن. سردارم برات چیکار میکنند؟ کمینیک به ما کله یگیت را میارند. بچه زیبای من، بیا رویم. رویم می؟ برویم. کمی دیگر بازی کنیم بیبی جان. مهرش کمی دیگر. این خانه در کجاست؟ من فکرم در همین جاها بود. خیلی کلان شده است. بس سلیقی یا بچه بس بگید من هرگز با مثل تو صاحب فرزند نمیشم. باز میایید. فاتح من اومدم که تو رو به دیدار پدرت ببرم. پس مان شده ای. گریه نکن بچه، گریه نکن. فهمی؟ ака пикас оғои егидро оҷилан дидан мехоҳад. гуфтаҳояш хеле муҳим. майлаш ҳозиру бо оғои масар дар маҷлис аст. ман мебинам гуфтанӣ дошта бошад ба ман бигӯяд. биё рафтем. майлаш пикас гап назда бояд забонашро бибурам. чӣ шуд? чӣ мехоҳӣ? یگیدро دیدن میخواهم. ҳарчӣ ки мегӯӣ ба ман бигӯ. ин ҷо хонаи холат нест ки чӣ хеле ки хоҳӣ ҳамон хел рафтор кунӣ. خودش میداند. آمدن نخواهد نآید. سری بزرگی که خیلی برای او ضرور است اگر دانستن نخواهد نآید. چیست آن سری بزرگی که علاقه‌مندش بوده است؟ میلش مادامی که میرسانی کمی به تو میگویم. کو بگو؟ ملیکه با او بگو پیکس درباره ملیکه گپ میزند. با او بگویم که تو درباره ملیکه گپ میزنی؟ خودی خودش نه کمو نه زیاد. چی میخورد چی مینوشد در کجاست میگویم. ایرا و خبر ده. زود زود. яъне ки будани маро ба ягид гуфтан мехоҳӣ. обро ифлос карданӣ ҳастӣ, ҳамин тавр? қоидаи бозӣ ҳамин аст духтарам. барои он ки намирӣ бояд бикушӣ. лекин аввал доду гирифт мекунам бо ягид. ман мебинам ки барои ӯ чӣ қадар арзиш дорӣ. хайр, ту чӣ мехоҳӣ? мегӯям ки маро сарде ки будани маликаро мегӯям. ӯ ба ту бовар намекунад. бовар кунад ҳам туро озод намекунад. сар надиҳад. хоҳад маро бикушад. ин муҳим нест. лекин ба сараш тухмҳои шубҳаҳое мекорам ки коргарди корхонааш вайрон мешавад, дивона мешавад, ҳама ҷоро валангор мекунад, пора пора мекунад, аз назорат мебарояд. дигар ин ки оғои мазҳар кор ношоям мегардад. бо ин шубҳа зиндагӣ карда наметавонад. ба дарунаш шубҳа мегузорам. барои ман бас аст. гӯш кун, биё аз ин кора даст каш. як бор кори хуб кун. афсӯс мехӯрам лайло. майлаш ту худат хостӣ.
گناهی من نیست. در رو کشو. اطاعت. اکنون ما رو تنها گذار. آخر سردارم. چیزی که گفتم همون رو بکن. زودتر. اطاعت. از من چی میخواهی؟ قاتل پدرت رو دیدن میخواهی؟ تو چی ها میگویی؟ مگر این دام است؟ نه، گوش کن. میدونم که قاتل پدری تو پیکاس است. حتی در پیش چشمم کش. پدرم رو، مادرم رو، برادرم رو. گوش کن. میخواهی که قصدت رو بگیری؟ البته میخواهم. نباشد با تو یک امتیاز میدیهم. تو رو نزد او میبرم. تو باشی قصدت رو میگیری. مالش، اما با چی؟ انا با همین میتوانی او رو پاره کنی. لیکن یک خواهش، این بین هر دویمان میماند. هرگز به کسی نگوی که این رو از من گرفتی. وعده میدهی؟ وعده میدهم. من هم یک چیز میپرسم. برای چی این کارو میکنی؟ چون که او به من هم دشمن است. مرگ اون حیوان رو میخواهم. اگر ما این کارو نکنیم، او کاری کرده جان خود رو نجات میدهد. میفهمی؟ بگیر. مالش که کس را میکشم، هم برای تو و هم برای خودم. حاضر تو رو به نزد او میبرم. کارو در همون جا حل میکنی. فهمو؟ بیقرارانه انتظارم. شتاب کن. زود مرا نزد پیکاس ببر. او را پاره میکنم. ببین چی کار کردم. گوشت میپزیم و پدرت رو جیغ میزنیم. تلفن میکنم، گوشت بیران کردن میگویم، در حال میآید. دادم رو بسیار یاد کردم. بچم، دادت هم تو بسیار یاد کرده است. زنگ میزنیم، در حال میآید. ببین چه خیلی خوراک ها. فاتحه تیار استی که نزد پدرت ببرم. زنگ زنید آید. شد، پروا نکن بچه ها. بیاکنون گذر. بعد هدت زنگ زنی. تو که زنگ زنی زود می آید. بیا گذر بچه خوشی روی من. بیبی جان، تو کی هستی؟ چی میخوری؟ هیچ کس، آرام باش. اومدم که نبرات رو پیش پدرش برم. من تو را باری اول میبینم. تو خودت کی هستی؟ با تو نمیدیم. اکنون 2 ساعت رو میفهمونم. بیا فاتحه. بیا. گرست فاتحه. سرده برو. سرده کی رو انتظاری خیری؟ اکی گیت رو انتظارم. چی شد؟ یگون خبری بد است؟ نه، پیکاس میخواد ببیند. با او خبری مهمی داشته است. دختر رو با کجا میبری؟ گفتم که جایش رو عوض. خدایا توبه. این امر را کی داد؟ کی امر داده میتواند؟ آقای مسحره. عذر. مایلش، توی گیت رو منتظر شم. من رو بیارو میبرم. مایلش بره. خیر مایلش. شیر بچه ها، این دختر را برای چی اینجا آوردید؟ همین خیلی امر شد. گوش کن، کی هستی نیستی نمیدانم، اما از من دور باش، وگرنه مثل گنجش کلت را میکنم. اما این رو کرده نمیتوانی. تو همه این رو یک طرف مانو کنی بگو مرا به یاد آوردی. تو کی هستی که تو را به یاد بیارم؟
فاتح بیا فاتح، تو رو به نزد پدرت میبرم. فاتح 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 اوف مثل پدرش یک رفت این کودکم. بیا فاتح، نزد پدرت میبرم. فاتح باید که مرا به یاد بیاری. از من دور شو. از کجا دانم که تو کی هستی؟ باید دانی پیکاس. 15 سال پیش رو به یاد دار. در دهه سیری در پیش چشمم پدر و مادر و برادرم را کشتی. خواب دیده ایستاده ای خواب. از کجا اینها را میبافی؟ تو خودت یک خوک هستی. خوگی که دست به خون زده ای. اوف مالدیسم دیر دوام کرد. زود باش اکا. درون درویم؟ نه نمیدرویم. باز جنگ نکند. لیکن پیکاس مالکا گفت این رو دانستن میخواد. اوف چیکار کنم. اکا پیکاس در حال تو رو دیدن میخواد. بگذار انتظار شود. آخر گفت که با اکایی در خصوصی مالکا گپ دارم. مالکا؟ بله. همین رو از اول میگفتی نمیشد خیری؟ اولش همین است آخر. کو رفته بینم چی میگوید؟ یک عمر همین لحظه رو انتظار بودم. ای دختر رو از پیش نظرم. باز با تو سر کار نگیرم. خیری گیرید این را از بالای سرم. این را از کجا آوردید؟ گیرید این را. کسی تو رو خلاص نمی کند پیکاس. کی این را به اینجا آورد؟ او را از نزد من دور کنید. خیری هر کسی باشد خیرش را نمی کند. در کجایی؟ کجا شدی؟ خیری در کجایی؟ بیا او رو بگیر. خیری پیکاس تو رو کسی نجات نمیدید. چخیلی که پدرم رو کشتی. چخیلی که برادرم رو کشتی. انا همان خیل میکشم. خستم رو میگیرم. برای پدرم، برای مادرم. اینجا خطاگیر شده است دخترم. من کسی رو نکشتم. تو مرا به کسی مانند کرده ای. پدرت کی بود؟ ای دختر تو چی کار کردی؟ گوشاید این در رو زودتر. حاضر سردار دختر بدهید رو به من. سردهد من نرسید. من رو میکشم. پورا میکنم. سردهد میگویم. ایست سردهد من رو پورا میکنم. آرام باش. آرام شو. دکتر رو جزنه زودتر. دکتر یگید نزدیک شو. گفتن یاد دارم. بگو چه گفتن میخواهی؟ پیکاس با ملکه چی شده است؟ گبزن. اکنون باز یک معما. این آدم چی را نشان دادنی بود؟ من از این یگان چیزی رو نفهمیدم. من هم. اکا ایگید ممدو میخواهد که با شما صحبت کند، حتی با واسطه این نوار. چی گپ ممدو؟ چی میخواهی؟ آواز قهرانات با تو نمیزیبد. چی میخواهی؟ زودتر بگو. من وقتی زیادتی ندارم که با تو صرف کنم. خیلی حیف. من هم به تو نفری را که بسیار یادش کرده نشان میدادم. کی بود است آنه که من بسیار یادش کردم؟ چی گفتنی هستی؟ دوستم چی گفتنی هستی؟
انا این رو جورا جان با چیکارها رو آمیخته کرده ایستاده ای؟ شناختی یگید این کیست؟ یاد کرده ای؟ فاتح پسر جانم دیدی جورا جان؟ ممدو در نزد پسری من چیکار میکنی؟ چرا در نزد پسری من هستی ممدو تو را میکشم آرام باش جورا جان ممدو من تو را میکشم اگر با بچم ضرر رسانی تو رو زنده نمیمانم قسم میخورم که زنده نمیمانم مادامی که زندگی فاتح رو میخواهی پس مصلحت میکنی چی میخواهی؟ کمزن چی میخواهی؟ بیهوده داد و فیغان نکن یگید بیهوده نفست رو صرف کن خواهی که بچه‌ات رو سلامت ببینی بکس و آرزو رو به من ده نامرد خواهی رزیل ممدو تو چی طور این گونه کار رو بر من روا میبینی چی طور همه دهشت ها رو دیدم چی خیل دیلم شد که گندگی میده رو گرافگان بگیری چی خیل خواهینی آرام باش یگید آرام باش تو محو شدی خواهش دارم آرام باش تو محو شدی